رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان عبدالله بر این نظر است که افغانستان و پاکستان در آغاز یک مرحله نوی بنیاد روابط هستند که با احترام دو طرفه، همکاری صمیمی و رشد و نمو مشترک فرق می کند. دکتر عبدالله که با مقصد ایجاد اعتماد میان دو کشور به پاکستان سفر کرده است میگوید دو کشور همسایه باید شبهه، حرف درشت و هر گونه نظریه های دسیسه را که در گذشته روابط دو کشور را سرد می کردند کنار گذارند. روز 30 سپتامبر در اسلام آباد عبدالله با سروزیر پاکستان عمران خان و فرماندهان نیرومند ارتشی پاکستان دیدار و گفتگو داشت. سروزیر پاکستان گفت طرفهای افغان باید برای کاهش خشونت و آتش بس تلاش ورزند. مدت هاست که افغانستان با پاکستان روابط سرد دارد. کابل و واشنگتن اسلام آباد را به پشتیبانی از طالبان متهم می کنند. اسلام آباد این ادعا را رد می کند و می گوید نفوذ داشتن پاکستان بالای طالبان واقعیت ندارد. ولی اسلام آباد اصرار می ورزد که هر کار امکان پذیر را برای بنیاد صلح در افغانستان دریغ نخواهد داشت.